با درود از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ، شعله گلخوجه هستم. با خلاصه خبرگزاری‌های مهم در خدمت شما. برنامه 2 ایول این موضوع‌ها را دارد. نشست اضطراری هواپیمای شرکت توجیک ایر در دمدید و مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند. اعتراض برای حق بازنشستگی صدها نفر در سراسر روسیه به مقابل تصمیم بلند برداشتن سین نفقه صدا بلند کردند. اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این سند تصویب نمی شود. پدراندر در بازداشت، دختران در بیمارستان، لطکوب بیرحمانه دوگانیکا در قرقیزستان توجه مقامات انتظامی را به خود کشید. بعد معالجه دختران آنها را همراه با مادرشان در مرکز بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادر آنها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر بدهد. یک هواپیمای شرکت توجیک ایر بنابر مشکلات فنی مجبور شد در فرودگاه مسکو نشست اضطراری انجام دهد. هواپیمای خطسیر مسکو خوجند با 141 مسافر بامداد روز 2 ایول از فرودگاه دمدید و پرواز کرد، ولی بعد از چند دقیقه به همین فرودگاه برگشت. سبب فرود اضطراری کاهش فشار در داخل هواپیما بوده است. خدمات مطبوعاتی شرکت توجیک ایر میگوید همه مسافران هواپیما در مهمانخانه جایگیر کرده شدند و با خوراک تامین هستند. در بیانیه شرکت آمده است مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند و معلومات کامل به زودی ارائه خواهد شد. بار اول نیست که هواپیماهای شرکت دولتی توجیک ایر به مشکلات فنی گرفتار می شوند. ماه مارس سال 2017 نیز یک هواپیمای شرکت بنابر آسیب دیدن یکی از چرخهایش پرواز را قطع کرد. شرکت توجیک ایر 36 هواپیما دارد، 6 تای آن عمدتاً در خطسیرهای بین‌المللی پرواز می کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است کارمندان نهادهای انتظامی که با سیاحان خارجی معامله بد میکنند باید خائن ملت اعلان شده به جزای سنگین محکوم شوند. این حرف را علی رحمان در ملاقات با فعالان ولایت سوخت 30 ایون به زبان آورد. با گفته پرزیدنت تاجیکستان رفتار ناشایسته چنین خادمان سیاحان را از آمدن به این کشور میگریزاند و آبروی دولت را نیز در عرصه جهانی میریزاند. این سخنان تند علی رحمان در حال صدا داد که در گذشته معامله بد کارمندان پلیس با سیاحان خارجی به رسانه‌ها راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در 5 ماه سال جاری بیش از 900,000 سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که در قیاس با 1 سال پیش 4 برابر بیشتر بوده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. شب گذشته در شهر و نواحی مختلف روسیه پیروزی منتخب فوتبال این کشور را در قوازمایی با تیم اسپانیا جشن گرفتند. روس‌ها در فهرست فیفا یکی از ضعیف‌ترین دسته‌های جام جهانی فوتبال 2018 محسوب می‌افتند و این غالبیت غیر انتظار بود. در عین زمان دیروز در نزدیک 40 شهر این کشور هم صدها مردم به کوچه‌ها برآمدند، اما سبب راهپیمایی آنها اعتراض به اصلاحات نظام نفقه بود که هدف از آن تا 5 سال بالا بردن سن بازنشستگی در این کشور است. اسکندر خوجه میرزاده گزارش می‌دهد. روز یکشنبه در سراسر روسیه اعتراض بر ضد بالا بردن سن نفقه برپا شد. اعتراضگران از پرزیدنت پوتین و حکومت این کشور خواستند که خود آنها به نفقه برآیند، ولی سن نفقه بدون تغییر ماند. اتفاقهای کسبه، حزب‌های سیاسی و سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی مردم کشور را بر راهپیمایی‌های روز 1 ایول دعوت نمودند. حکومت روسیه تصمیم دارد که تا سال 2028 سن نفقه مردان را از 60 تا 65 سالگی و تا سال 2034 سن نفقه زنان را از 55 تا 63 سالگی بالا برد. حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که هدف از این اصلاحات کاهش فشار بالای خزینه دولت است. ولی مخالفین اصلاحات میگویند بر پایه این برنامه سن نفقه از میزان میانه زندگی انسان در بعضی مناطق روسیه بالاتر خواهد بود. در یک هفته از زمان اعلان این برنامه حکومتی، ریتینگ یا خود دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 6% کاهش یافته از 75 تا 69% پایین رفت. من به اینجا آمدم زیرا مخالف بالا بردن سن نفقه هستم. به فکرم این غارت است. اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این سند تصویب نمی شود.
من در 42 سالگیم کار یافته نمیتوانم. کار دهندگان مرا به کار نمیگیرند چون که 30 سال محدودیت است. به من بارها گفتند حتی در 30 سالگی من برای پیدا کردن کار ناشایم به حساب میروم. آنها میخواهند ما تا 65 سالگی کار کنیم. من نه از روی آوازه ها و از روی آمار رسمی میدانم که میزان میانه حیات این مردان از 65 ساله پایین است. با هدف تأمین نظم و ثبات پرزیدنت روسیه دستور داده است که در 11 شهر میزبان جام جهانی فوتبال برگزاری هر گونه راهپیمایی‌ها منع گردیده، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات صلاحیت‌های علاوه‌ای در اختیار داشته باشند. مقامات چندی از اشتراکچیان اعتراضها را بازداشت نمودند، ولی بعد تفتیش اسناد اکثر آنها را جواب دادند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. وزیر کارهای داخلی آلمان که همزمان رهبر حزب متفق ائتلاف حاکم آلمان میباشد، حاضر است بنابر اختلاف نظر با کانسلر آلمان انگلا مرکل به استعفا رود. او با اشاره به مخالفتش به سیاست مهاجرت گفته است آماده است از هر دو مقام استعفا دهد. ماه ایون زرهوفر از مرکل شدید شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر بر مرزهای آلمان را طلب کرد. با گفته رویتر صرف نظر از چاره‌هایی که در جلسه اخیر با رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی روحی را به جز بیرون کردن بخش از مهاجران از آلمان نمی‌بیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. با گفته دویچه ویله روز دوشنبه 2 ایول، زهوفر با مرکل وارد مذاکرات می‌شود تا اختلاف نظر عاید مهاجرت را لغو کند. نتیجه این نشست آینده سیاسی زهوفر را معین خواهد کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. سفارت آمریکا در تاجیکستان از بسته شدن شرکت‌های بین‌المللی خطکشانی اظهار نگرانی کرده است. سفارت ندادن اجازت برای فعالیت این شرکت‌ها را محدود کردن دسترسی به خدمات باصفت نام برده است. از بسته شدن DHL و دیگر شرکت‌های خطکشانی بین‌المللی در تاجیکستان رسا 1 سال سپری شد. قطع شدن فعالیت شرکت‌ها نامرسانی را به تاجیکستان و بیرون از آن مشکل ساخت. کارافتادگان حالا مجبورند حجت‌ها و مراسلات را توسط این یا آن افراد و یا شرکت‌های نچندان باوری بخش بفرستند. همکارم عبدالله شروف این مسئله را تحقیق دارد و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله. اصلی نگرانی سفارت آمریکا در چیست؟ چرا آنها از بسته شدن شرکت‌های خطکشانی بین‌المللی صدا بلند کردند؟ سلام شهلا. سفارت بسته شدن این شرکت ها را در تاجیکستان یک نوع محدود کردن رقابت و دسترسی مشتریان به خدمت رسانی آنها قلمداد کرده است. در یک پاسخ به سؤال رادیو آزادی، سفارت آمریکا در تاجیکستان گفت که آنها از قرار حکومت تاجیکستان عاید به بیکار نمودن اجازتنامه شرکت های مثل DHL، UPS، TNT و پونی اکسپرس در تاجیکستان قناعتمند نیستند. در این پاسخ سفارت میگوید باوری دارد که اگر به بازار دخالت نکنند، بازار آزاد به نتیجه های بهتر برای صاحبکاری و استعمال کنندگان آورده میرساند. سفارت بر این باور است که قرار حکومت تاجیکستان برای بیکار کردن اجازتنامه این شرکت های بین المللی دخالت غیر چشم‌داشت به بازار است که رقابت و دسترسی استعمال کنندگان را به خدمت رسانی های باصفت محدود میکند. در ادامه این اظهارات می‌خوانیم وقتی که رقابت در بین شرکت‌ها موجود است، ما محصولات، خدمت رسانی بهتر و نوآوری‌ها را دیده می‌توانیم. ضمناً سفارت و سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان که زود به خارج نامه و مراسلات می‌فرستند، از مشتریان فعال DHL و شرکت‌های دیگری خطکشانی بین‌المللی بودند. ولی عبدالله، با وجود اینکه فعالیت شرکت‌های بین‌المللی خطکشانی در تاجیکستان قطع شد، ولی شرکت پشت تاجیک فعال است. مگر این شرکت طلبات سفارت‌ها را قانع نمی‌کند؟ ظاهرا نه. از شیوه کاری پشته تاجیک نه تنها سفارتخانه ها بلکه شهروندان عادی نیز چندان رضا نیستند. شهلا بسیاری ها از مهلت خطرسانی اظهار نگرانی میکنند، چون برای مثال اگر DHL نامه را از دورترین کشورها در دوام 3 شبانه روز تا تاجیکستان دسترس میکرد، نامه های پشته تاجیک در دوام 6-7 شبانه روز میرسند. بنابراین با بسته شدن شرکت های بین المللی خطکشانی، بسیاری ها توسط یار و آشناهایشان به خارج خط و یا حجت های ضروریشان را میفرستند. اما عجیب است که چرا در مدت این 1 سال پشت تاجیک نتوانست موفق شود؟
چون شهلا واقعا هم پشت تاجیک در این مدت تلاش کرد که خدمت رسانیش را بهتر کند و حتی ماموریت پشت تاجیک با شرکت های بین المللی خطکشانی مثل DHL و دیگرها نامه نوشت و خواستار همکاری با آنها شد. پشت تاجیک با آنها تکلیف کرد که با آنها همکاری کند، ولی این ظاهرا پشت های بین المللی DHL و دیگران راضی نشدند با این تکلیف پشت تاجیک و مایل هم نشان ندادند. هرچند با بسته شدن این شرکت ها درآمد پشت تاجیک خیلی بیشتر شده، تجهیزات و ماشین های خطکشانیش هم بیشتر شده. تشکر عبدالله برای صحبت و بیننده عزیز، شما میتونید تفصیلات صحبت را از سایت www.azadi.org ببینید. شما برنامه خبری رو تماشا دارید. در قرقیزستان مردی رو برای لطوکوب بیرحمانه دو دختری اوگایش بازداشت نمودند. با نقل دختران که دوگانی کند پدراندری بدمست و بجل پیوسته آنها رو به اصطلاح ادب میداده است. مقامات انتظامی و محلی زمان به این اویله توجه کردند که دختران دوگانی در حالت وزنین به بیمارستان افتادند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه رو سروینوز روح الله تقدیم میکند. мария намехоҳад дар рӯбарӯи камера суҳбат кунад ва аз ин хотир дар кунҷи утоқи беморхона нишаст, аммо ба нақли хоҳараш малика он рӯз онҳо бидуни иҷозат ба кӯча баромаданд. падарандари онҳо ки сархуш буд ба ғазаб омад. падарам бо сим заданро шурӯъ кард. аввал ба пойҳоям зад ва аз биниям хун рехт. баъд ба сарам зарба зад. сарам хеле дард мекард. ҳарду хоҳарон то як ҳафтаи дигар дар беморхона мемонанд. майнаи онҳо зарбаи сахт хӯрдаву баданашон комилан кабуд шудааст. малика аз хурдӣ маълул буда эпилепсия дорад. ба ҳамин хотир ӯ ҳатто ба мактаб намерафт ва дар хона таълим мегирифт. пизишкон умедворанд ки латукоби бераҳмонаи падарандар вазъашро аз ин бадтар накарда бошад. як бори дигар ҳам вақте дар болои бом бозӣ кардем, аз болои он афтодем. нақли хоҳарон ҳар бор дигар мешавад. намояндагони омбудсмен мегӯянд чунин тарзи баёни фикрро модарашон ба онҳо талқин кардааст, то ин ки шавҳарашро аз маҳкумияти зиндон наҷот бидиҳад. аммо вақте ин зан эҳсос кард ки эҳтимолан ҳаққи модариашро аз ӯ мегиранд, бархӯрдаш тағйир ёфт. хоҳишам ин аст ки духтаронамро аз ман нагиранд. ман онҳоро бениҳоят дӯст медорам ва бе онҳо зиндагӣ кардан наметавонам. баъди ин ҳодиса ман хоб накардаам, фақат дар бораи онҳо фикр мекунам. ин зан бовар мекунонад ки худи ӯ ба духтаронаш даст намебардошт ва онҳо маънии зиндагиаш ҳастанд. 4 соли пеш дар пайи садама писари калонияшро аз даст додааст. албатта вақте кӯдакон гуноҳе мекунанд, модар бояд онҳоро ҷазо бидиҳад. аммо баъди он ки писарам ҳалок шуд, ман ҳаргиз ба духтаронам даст намебардоштам. фақат бо онҳо суҳбат мекардам. кормандони иҷтимоӣ ҳанӯз тасмими маҳрум кардани ин занро аз ҳаққи модарӣ нагирифтанд. ин оила аз қабл дар рӯйхати оилаҳои носолим қарор дошт. баъди ин ҳодиса назорат аз оилаи мазкур бештар мешавад. баъди муолиҷаи духтарон онҳоро ҳамроҳ бо модарашон дар маркази буҳронӣ ҷой хоҳем дод, то ин ки кӯмаки равонӣ бигиранд ва модари онҳо низ дидгоҳашро ба зиндагӣ тағйир бидиҳад. Получили, наверное, они психологическую травму. ҳамсояҳо модари ин духтаронро хеле кам медиданд, зеро рӯзи дароз дар кор буд. ӯ дар шустушӯи меваву сабзавот кор мекунад. духтарон мустақил буданд. марияи 10 сола хӯрок пухтаву хонаро тамиз мекард. духтарҳо хубанд, модарашон доим дар кор аст. дар бораи Андрей падарандари онҳо чизе гуфта наметавонем, чун ӯро низ чандон зиёд надидем. падари 33 солаашонро духтарон то ба ҳол падар ном мебаранд. аммо онҳо иқрор мекунанд ки дигар падарандари бадмасту бераҳмашонро дар хона дидан намехоҳанд. ҳарчанд модари ин духтарон нисбати ҳамзисташ ариза нанавиштааст, аммо аз рӯи ҳодисаи латукуб парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ҳоло мард дар боздошт аст. бо ин матлаб барнома имрӯзро анҷом медиҳем. аз ҳамроҳиятон сипосгузорем. рӯзи хуб дошта бошед ва то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо.